بر بنیاد این گزارش نهاد شفافیت بین الملل، افغانستان پس از کوریای شمالی دومین کشور فاسد آسیا شناخته شد. ترکمنستان در رده 161، ازبکستان در رده 158، تاجیکستان در رده 154، ایران در رده 137 و پاکستان در رده 118 این فهرست جا گرفتند. در این فهرست کوریای شمالی، سودان جنوبی، سودان، سومالیا و افغانستان در پایین ترین رده ها قرار دارند. شاخص بینش فساد مؤسسه بین المللی شفافیت نشان دهنده هست که کارهای مبارزه علیه فساد اداری اخیراً در افغانستان متوقف شده. در میان سالهای 2017 و 2018 افغانستان در این شاخص 4 نمره بهبود یافته بود، اما در بین سالهای 2018 و 2019 فقط 1 نمره بهبود یافته. شفافیت بین الملل که یک نهاد غیر دولتی است میگوید که افزایش حکومت‌های خودکامه در جهان به افزایش فساد انجامیده است. فساد اداری هنگام افزایش می‌یابد که حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک ضعیف می‌شوند و فضای کار جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد محدودتر می‌شود. ما در شاخص‌های فساد مثال‌هایی را در اروپا نیز یافته‌ایم. در 5 سال اخیر درجه هنگری و ترکیه تا 89 درجه کاهش یافته است. این نهاد میگوید که فساد اداری در سراسر جهان به شمول اروپا و ایالات متحده افزایش یافته است. دنمارک، زیلند نو و فنلند از کشورهایی هستند که فساد اداری در آنها به کمترین اندازه می رسد.